مسئله مرگ یک خانم و کشته شدن اون مقابل بچه هاش و همسرشون کشت. به هر دلیلی این موضوع محکومه و ما امروز از خانم عذرای ابوذری دعوت کردیم بیاد و در این رابطه صحبت کنه. اما قبل از اینکه ایشان صحبتشون رو شروع کنن ما 1 دقیقه سکوت اعلام میکنیم به خاطر مرگ فریده. خب ضمن خوش آمدگویی به خانم عذرای ابوذری تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید برای این برنامه. خواهش میکنم. یکی از سوالایی که من دارم و شاید این سوال خیلی هم باشه اینه که اصلا چه مسئله باعث میشه که یک مرد بتونه به این راحتی زنشو بکشه؟ والا این یک پروسه خیلی طولانی هستش که اول پیش میاد، صورت میگیره، زمان میگذره و بعد در آخرش به مسئله قتل منجر میشه. منتها اگر اجازه بدین من میخواستم اول یه تقسیم بندی کوتاهی بکنم در رابطه با، فقط نمیخوام بگم قتل، در مجموع بدرفتاری های ناموسی یا بدرفتاری های اخلاقی که مردان در رابطه با زنان انجام میدن، چون قتل تقریبا مرحله آخر این پروسه هستش. سالیان سال میتونم بگم مسئله بدرفتاری صورت میگیره، انجام میگیره، ادامه پیدا میکنه تا به مرحله میرسه که دیگه به قتل منجر میشه. بعضی از قتل ها و بدرفتاری هایی که میشه، اینم بگم من فقط در مورد ایرانی ها صحبت نمی کنم، به طور کلی من با هم جامعه سوئدی تماس دارم، در رابطه با کارم با خانواده های سوئدی تماس دارم و اونجا هم برخورد میکنم خانم ها و آقایونی که از هم جدا میشن و مشکلاتی که در رابطه با جدایی پیش میاد به طور کلی، و هم با ایرانی ها کار میکنم و همینطور با مهاجرینی که یا سوئدی های خارجی تباری که از کشورهای مختلف میان. ولی یک گروه از کسایی که بیشتر باشون برخورد میکنم خانواده هایی هستن که از منطقه خاورمیانه میان، یعنی در رابطه با موضوع بحثی که شما و ما امروز داریم. یه سری از بدرفتاری هایی هستش که به اصطلاح سابقه تاریخی، فرهنگی و خیلی ریشه‌ای داره و منطقه همینطور، به طوری که وقتی منجر به قتل میشه ممکنه این نقشه که کشیدن برای قتل خیلی با آرامش، با فکر، با آسودگی فکر و اینها صورت گرفته. حتی طوری شده که مثلا دخترها یا زنای جوان رو از سوئد دعوت کردن بردن به کشور قبلی یا کشور به اصطلاح مادر و اونجا مسئله بدرفتاری و حتی قتل رو با نقشه قبلی انجام دادن که این گروه بزرگی هم تشکیل میده. البته مفهومش این نیست که زنایی که اونجا هستن بدرفتاری باشون صورت نمیگیره، ولی خانم‌ها یا دخترایی که از اینجا برده میشن اونجا خب انعکاس طبیعیه که انعکاس بیشتری صورت میگیره. این بیشتر در رابطه با قدرت و ریشه سیاسی، فرهنگی، تاریخی داره. قدرت زنان در مقابل قدرت مردان و زن وسیله قرار میگیره که به اصطلاح شرف، ناموس و اخلاق خانواده سمبل هستش که اگر این سمبل لکه‌دار بشه به اصطلاح کل
فامیل بزرگ لکه‌دار شده. تقریبا گروه کوچکی هم نیستن، ولی این گروه در مورد ایرانیات کمه که به این صورت باشه. یه گروه دیگه خانم‌هایی هستن، خانم‌های ازدواج کرده یا خانواده هایی که اومدن سوئد و در سوئد دچار یه سری مشکلاتی شدن و بعد از یک سری باز پروسه طولانی که اینا طی کردن و گذاشتن، در بیشتر موارد این خانم هستش که تصمیم به جدایی میگیره، یعنی قدم اول رو برای جدایی برمیداره و وقتی قدم اول رو برای جدایی برمیداره اونجا هستش که مشکل ریشه دار، به اصطلاح ریشه هاش هم بیرون میاد و مشخص میشه و نمای بیرونی پیدا میکنه. این گروه خانم هایی که جدا میشن و بعد شوهران و همسران سابقشون باشون بدرفتاری میکنن، بازم گروه کوچکی نیستن، هم بین ایرانی ها هستن هم مهاجرین دیگه. منتها این گروه یه شباهتایی با جامعه سوئد داره، یعنی در جامعه سوئد هم داریم خانم هایی که همسر داشتن یا همزی داشتن یا دوست پسر داشتن و مدت طولانی با هم بودن، ولی به یه مرحله رسیدن که باز قدم اول رو اینا برای جدایی برداشتن و اینجا هستش که آقایون شروع میکنن به بدرفتاری کردن. اول با تهدید شروع میشه، با بداخلاقی شروع میشه، تهدیدهای زبانی و کلامی هست، بعد میرسه به تهدیدهای عملی، کتککاری و نمیدونم مثلا از کلید در خونه گرفته، از پست و اذیت کردن اینجوری تا کتک‌های بدنی که بعد در مواردی هم به قتل منجر میشه. گروه سومی یا گروه دیگه که باز من بیشتر برخورد میکنم دختران جوان خارجی تبار هستن. در این مورد هم تا حالا دخترای ایرانی برخورد کردم و هم دخترای دیگه، بیشتر از خاورمیانه، نمیخوام بگم از کشورهای اسلامی، چون مثلا در این مورد بدرفتاری در مورد دخترهایی که از کشورهای آفریقایی میان و مسلمان هم هستن خیلی کم پیش میاد، حداقل من کم برخورد کردم تا دخترایی که از خاورمیانه میان. روی نسله که من روی خاورمیانه بیشتر تاکید میکنم و اینکه تجربه بیشتری دارم و برخورد بیشتری داشتم و کلا درصد بیشتری رو اینا تشکیل میدن. این دخترای جوان، یعنی دخترای جوان ایرانی با دیگر کشورهای خاورمیانه اگر در نظر بگیریم، مثلا از مناطق مختلف کردستان، از ترکیه، از عراق، سوریه، اینا رو در نظر بگیریم، دخترای ایرانی یه شباهتایی با اونا دارن و یه تفاوت‌های دیگه هم دارن. در مورد دخترای ایرانی خب تعداد بچه‌ها در مجموع کمه، یکی دو تا یا نهایت 3 تا بچه هستن. معمولا دخترها اون آزادی رو که برادراشون، خواهرها اون آزادی رو که برادراشون دارن در مجموع ندارن و خب طبیعیه که وقتی وارد جامعه میشن میخوان مثل بقیه باشون برخورد بشه، اختلاف سلیقه پیش میاد. ولی در مورد اگر مقایسه کنیم با دیگر کشورهای خاورمیانه ایرانی‌ها رو مقایسه کنیم، مثلا کردها یا بعضی از کشورهای عربی تعداد افراد خانواده زیاده و فک و فامیل هم زیاده. بنابراین وقتی یه مشکلی در مورد یه دختر جوان مثلا در یه خانواده کرد از جاهای مختلف کردستان منظورم هست، فقط کشور خاصی نیست، یا کشورهای عربی یا از ترکیه پیش میاد، یهویی میبینه که 7-8 تا خانواده درگیر مشکل این دختر میشن، درگیر قضیه میشن، میخوان نظر بدن، میخوان حمایت کنن، میخوان اعتراض بکنن، میخوان حتی توسری بزنن. بیشتر مسئله سنتیه. بیشتر مسئله سنتیه، ولی چون تعداد اعضای خانواده زیاده، مسئله یه مقدارم پخش میشه و درگیری نوعش با خانواده ایرانی فرق میکنه. در مورد خانواده های ایرانی باز برخوردی که من بیشتر داشتم اینه که معمولا مادرها اول سعی میکنن یه مقدار کوتاه میان، یعنی یه مقدار مسائلی رو به پدر دخترشون نمیگن. یک به اصطلاح پیوند بین دختر و مادر پیش میاد، به اصطلاح اینا میتونن راز همدیگر رو حفظ بکنن. مادر مثلا به جای اینکه دخترش حالا قرار ساعت 10 شب خونه بیاد 12 شب میاد، به بابای دختره نمیگه، میگه 10 شب اومده خوابیده. یعنی از اینجا شروع میشه تا از لباس پوشیدن ها، از تلفن ها، از دیسکو رفتن ها، از آرایش کردن ها و از مثلا دوست پسر گرفتن ها، تا به مرحله‌ای میرسه که در مواردی مادر دیگه از عهده حمل این رازها بر نمیاد و نمیتونه همه این رازها رو نگه داره. پدر با خبر میشه، برادر با خبر میشه، دوست آشناها میان خبر میدن. اونجا هستش که مشکل تازه مطرح میشه در صورت
ولی در اصل سالیان سال و مدت‌های طولانی مشکل بوده، منتها هیچ وقت نمای بیرونی پیدا نکرده. اینجا هستش که وقتی یکی میشنوه که مثلا قتلی صورت گرفته یا یه بدرفتاری صورت گرفته یا تهدیدی صورت گرفته، فکر میکنه یه قضیه تازه هستش که به اصطلاح با چند تا صحبت یا با چند تا جمع باید قضیه رو تموم کرد. ولی وقتی که به ریشه قضیه پی میبره میبینی که این یه پروسه خیلی خیلی طولانی بوده، سالیان سال به اصطلاح طول کشیده تا به مرحله رسیده که مثلا مادر گفته دیگه از عهده من بر نمیاد، یا انفجار پیدا کرده، خانواده با مثلا با اداره سوسیال، با روانشناس یا با پلیس یا با به اصطلاح نهادهای مختلفی که در جامعه هستن مجبور میشن برخورد بکنن. مواردی شده که دخترهای جوان رو، مواردشون هم کم نیست، تصمیم گرفته داره سوسیال که در یک خانواده دیگر و اکثرا خانواده سوئدی به اصطلاح جابجا بکنه که بهش فامیلی هم یا فوستر فامیلی میگن، که باز خودش این قضیه هم یه پروسه طولانی هست. در مواردی موفق شدن، بهتر شده، ولی باز تجربه من نشون میده که همیشه هم این کار راحتی نبوده، قضیه ساده نبوده. فقط این که بخوایم دخترها رو از خونه خودشون برداریم، از پدر مادرشون بگیریم و در یه خانواده سوئدی جابجا کنیم و بهش به اصطلاح مسکن بدیم و اینا، قضیه رو حل نمیکنه. باید اولین اقدامو کرد، من مخالف این نیستم، اولین قضیه رو با این اقدامو کرد، یه امنیت جانی و اجتماعی به دختر داد یا به خانواده داد و باید روی مسئله خانواده کار کرد، هم از بعد روانی، هم از بعد اجتماعی، هم از بعد اقتصادی و سیاسی و همه اینها. منتها اگر بخوایم بررسی کنیم که چی کار باید کرد برای این قضیه، نمیشه همینجور فقط جابجا کرد و راحت نشست و گفت کاری نمیشه کرد یا چند تا به اصطلاح اعتراض گروهی و اینها. در مورد گروه اول که من گفتم که نقشه خیلی به اصطلاح دقیق طرح میشه و حتی دختر یا خانم رو میبرن به کشور میزبان، به نظر من اینه که باید برخورد بین المللی بشه. اینو هیچ وقت نمیشه که با چند تا کمیته زنان، انجمن زنان و اینا قضیه رو به این راحتی حل کرد. البته من واقعا ستایش میکنم، تحسین میکنم یه سری از انجمن‌ها و کمیته‌هایی که این همه خانم‌هایی که این همه، یا حتی آقایون، منظورم فقط خانم‌ها نیست، این همه وقتشون رو میذارن، انرژی میذارن روی این قضیه و حتی بعضی مواردی تهدید میشن، ولی با این حال در به اصطلاح افشاگری این قضیه، در مبارزه با علیه این قضیه کوتاه نمیان. ولی این مورد چون مورد خیلی بساط تاریخ چند هزار ساله هستش، قضیه شوخی نیستش، روی این است من معتقدم که باید FN، EU و تمامی نهادهای دیگر بین المللی، حتی کشورهای اروپایی و امریکایی تک تک روی این قضیه باید بیشتر باخبر بشن، بیشتر جدی بگیرن و بیشتر با هم همکاری بکنن. مثلا یه نمونهش اینه که وقتی که کمک میکنن، کمک مالی میکنن به کشورهای جهان سوم یا در حال رشد، یکی از شرایط خیلی جدیشون باید این باشه که در رابطه با به اصطلاح دموکراسی، در رابطه با برابری حقوق زن و مرد، در رابطه با امنیت جانی، فکری، روانی و اجتماعی زنان، باید مسئولین اون کشورها که کمک هزینه میگیرن از FN و نهادهای بین المللی باید خیلی جدی باشن، مسئول باشن و جوابگو باشن. یکی از راهاش اینه. شما اشاره کردید به مسئله گروه دوم، ببخشید گروه دوم که همون مسئله قتل فریده و فریده هایی بود که ما همیشه شاهدش هستیم. چون من به نظر خودم وقتی که اگر ازدواج در ایران صورت گرفته باشه و اون مرد ایرانی، که البته منظورم همه مردای ایرانی نیستن، ولی تعدادی که به اصطلاح اون قدرت مرسالارانه رو ازش این جامعه میگیره و خودشو در ضعف و تحقیر میبینه و نمیتونه کاری بکنه، خود مسلماً به نوعی میخواد این قدرتشو حالا یا به ریختن اسید پاشیدن یا کشتن زن و یا یه شکلی نشون بده. ولی ما الان در این جامعه هستیم و خیلی ازدواج ها هم حتی من شاهدم که در همینجا صورت گرفته. همین ازدواج فریده، حالا من نمیدونم 100% درسته یا نه، در همینجا صورت گرفته. این چه راهی داره برای مقابله با این موضوع؟ ما باید چه کار بکنیم که اینجور قتل صورت نگیره؟
حتی ازدواج هایی که در اینجا صورت گرفته، مثلا ایرانیا با همدیگه ازدواج میکنن یا ملیت های مختلف با همدیگه ازدواج میکنن، باز اون برخوردهایی که من داشتم، البته در اکثر موارد از روی عشق و علاقه هستش، ولی مواردی هم هستش که افراد شانس کمتری برای انتخاب دارن، چون گروه محدود و مشخصیه. مثلا طرف نمیخواد با زن سوئدی ازدواج بکنه، نمیخواد با زنی که فرهنگ دیگه داره ازدواج کنه، یا امکان معاشرت نداره یا امکان به اصطلاح آشنایی نداره و خب ترجیح میده که مثلا با یک زن ایرانی ازدواج کنه، یا برعکس خانم ها ترجیح میدن با یه مرد ایرانی یا با یه مردی که مثلا چیزای کلی رو داره ازدواج بکنن و اینا. اینجا هستش که من معتقد نیستم که این ازدواج های کاملا آزادانه، آگاهانه و از روی تفکر و تصمیم و فکر و اینها بوده. در موارد بسیاری پیش میاد که هم خانم ها و هم آقایون برای فرار از تنهایی ازدواج میکنن و به یه مرحله رسیدن که میخوان شریک زندگی داشته باشن، کسی باشه که با هم زندگی بکنن و اینها شناخت خیلی زیادی از همدیگه ندارن. چون شناخت خیلی زیادی از همدیگه ندارن و هنوز هم با فرهنگ سابق زندگی میکنن، با اینکه یه سری تغییرات ظاهری پیش اومده ولی در موارد زیادی تغییرات درونی پیش نیومده. روی این است که ما هنوز یاد نگرفتیم که به عقاید و خواست طرف مقابل اونطور که هست احترام بذاریم. در حرف میگیم ولی در عمل متاسفانه خیلی کم پیش میاد و این باعث میشه که اختلاف بیشتر بشه، مسئله طلاق هم بیشتر بشه. یه بخشش، یه عاملش اینه. یه عامل دیگه‌اش هم اینه که خب طبیعیه جدایی راحت تره اینجا، چون طلاق اینجا راحت تره. یه عاملش میتونه بشه که وقتی که طرف حس میکنه که تو این رابطه راحت نیست، تو این رابطه آزاد نیست و خوشبخت نیست، خب راحت تر میتونه قدم برداره برای جدایی. و اینکه چرا منجر به همچین خشونتی میشه یا همچین بدرفتاری که به قیمت جان طرف بسا تمام میشه. اینجا من میخوام بگم که فقط مسئله قدرت ظاهری اقتصادی اجتماعی نیستش که منجر میشه که آقایون همچین بدرفتاری را بکنن. طبیعیه که آقایون مهاجر، اونایی که بیشتر از کشورهای آسیایی و آفریقایی میان، به نسبت قدرت تصمیم گیریشون کمتر شده و یه عامل دیگه هم اینه که خانم ها از امکانات این جامعه استفاده راحت‌تر و بهتری میکنن، یه مقدار جلوتر میرن یا سریعتر به نسبت آقایون پیشرفت میکنن. قدرت پذیرششون در جامعه جدید یا علاقمندی به اینکه در جامعه جدید پذیرفته بشن یا به قول سوئدی آنپاسا بشن بیشتر هستش. روی این است که فاصله میفته بین خانم ها و آقایون. خانم ها شروع میکنن که خودشون رو هماهنگ بکنن، آقایون شروع میکنن در بیشتر موارد شروع میکنن به انتقاد کردن از جامعه جدید و این باعث میشه که وقتی بسا تفاهم کمتره و فاصله شون هم بیشتر میشه و اختلاف هم بیشتر میشه، خب به یه مرحله میرسه که دیگه قدم رو برای جدایی برمیداره. اون لحظه‌ای که قتل صورت میگیره یا اون ایامی که قتل صورت گرفته، نظر من اینه که این آقا دیگه از مرحله عادی صرفاً از دست دادن قدرت گذشته به مرحله بیماری روانی رسیده و این خطرناکه. منظور من این نیستش که باید فقط قضیه رو پذیرفت و گفت که طرف بیمار روانیه، هیچ کارش هم نمیشه کرد، بنابراین یک حتی در تصمیم گیری های دادگاه هم بگن که طرف متهم میشه که مثلا تراپی بره، نه اینکه زندان بره. من با این قضیه مخالفم، منظور من این نیستش. ولی دقیقاً اگر اون روزها یا ماهای آخر این قضیه رو مطرح بکنیم، این نوع قتل هایی که منظور من هست، نه اون قتل هایی که به اصطلاح برنامه ریزی شده و از قبل چیده شده و چیز کرده، اون لحظه که قتل صورت میگیره از ناتوانی محض و مطلق، از بی کسی، بی پناهی و اینکه دیگه اصلا زندگی برای طرف ارزش نداره. میدونه که اون لحظه داره یه شخصی رو به قتل میرسونه و مجازاتش هم اینه که تا آخر عمرش هم ممکنه تو زندان باشه. ولی منظور من اینه که باز این یه پروسه طولانی رو گذرونده، به یه مرحله رسیده که دیگه هیچ براش مهم نیست. و تو این گروه، نه اون گروهی که قبلا بررسی میکنن برنامه، تو این گروه کسایی هستن که شما اگر 10 سال پیش این آدمو میدیدین هرگز تصورشو نمیکردین که این آدم بتونه حتی مثلا سر گنجشکی رو ببره
چه برسه که بیاد نزدیکترین کسیشو به قتل برسونه. اینجا باز برای اینکه این مسائل پیش نیاد، راه مقابله با این جریان چیه؟ خب راههای مقابل راههای زیادی داره. قضیه سیاسی داره، اجتماعی داره، اقتصادی داره، روانی و خانوادگی هم داره. این آقایون بیشتر آقایونی هستن یا خانواده هایی هستن که در جامعه سوئد منزوی بودن. اون زنش چه مسئولیتی باید داشته باشه؟ زنش به تنهایی نمیتونه. به نظر من مسئولیت فردی زنش نیست، مسئولیت کلی جامعه هستش. یعنی اگر ما میخوایم جلوی همچین قتلایی رو بگیریم، جلوی همچین بدرفتاری هایی رو در رابطه با زنان بگیریم، فقط نمیتونیم بگیم مسئولیت مال زن است. خب ببینه که چیکار بکنه که به این مرحله نرسه. البته یه سری اقدامات فردی هست که طبیعیه باید این کارو بکنه. مثلا در مورد فریده بارها بیچاره با پلیس تماس گرفته و پلیس اینو جدی نگرفته. خب طبیعیه که مسئولیت بخش عظیمش پلیس و نهادهای اجتماعی است که باید به این خانم امنیت بدن و اینکه قضیه رو جدی بگیره، زودتر تقاضای کمک بکنه، با آشناها، هم سایه یا فک و فامیل هر چی که داره تماس بیشتری داشته باشه. در رابطه با کارش، مسکنش، همه اینها باید خیلی مصر باشه و دنبال این قضیه بره و از نهادهای امنیتی جامعه کمک بخواد. و بعد هم سعی کنن این مورد باز در مورد فرقی که مثلا در طلاق و جدایی خانواده‌های سوئدی با خانواده‌های مهاجر هستش یا خانواده‌های مهاجر غیر اروپایی هست، ما وقتی از همدیگه جدا میشیم همیشه با قهر و دعوا و دشمنی قضیه متاسفانه و متاسفانه در اکثر این جدایی ها مسئله بچه‌هایی هم در وسط هستش، چون فقط دو تا فرد بزرگسال خانم و آقایون نیستن، بچه‌هایی هم هستن که در وسط گیر میکنن و چون نمیخوایم بپذیریم متاسفانه مثلا آزادی طرف مقابل رو که میتونه تصمیم بگیره که دیگه با من زندگی نکنه، بنابراین با متوسل به خشونت میشیم، متوسل به دشمنی میشیم و این دشمنی و خشونت سالیان سال ادامه پیدا میکنه، فقط ماها نیستش، شده که سالیان سال ادامه پیدا کرده. ولی این قضیه در خانواده سوئدی خیلی کمه. البته زنان سوئدی هم هستن که مخفی زندگی میکنن، نمیدونم مسکن مخفی دارن، هویتشون رو عوض کردن، اسمشون رو عوض کردن، نمیدونم لارم دارن که با پلیس سریع تماس بگیرن، اینو دارن. ولی باز تعداد اینا در بین خانم ها و دختران جوان مهاجر خیلی بیشتر هستش تا خانم های سوئدی. منظورم اینه که این تهدید یا بیمارگونه طرف مقابل رو تهدید کردن یه بخشش هم انسانی هستش که وقتی انسان از اون قدرت مطلق میرسه به این بی قدرتی مطلق و خودشو تنها و به اصطلاح ول شده حس میکنه، این احساس پیش میاد که خب برای من هیچی مفهوم نیست، میتونم طرف رو بکشم. در مواردی هم هستش که طرف از قبل اختلالات روانی داشته، منتها پریودهای یا دوره‌های خوب بوده، بعد دوباره بهتر شده، دوباره بدتر شده. موارد فرق میکنه. در این مورد به نظر من، یعنی این گروهی که هستش، باید قضیه رو یه بخشش رو کلی انسانی از این به اصطلاح جنبه نگاه کرد، یه بخشش هم رفت روی قضیه فردی که دید آیا همسر ایشون، همسر سابق ایشون از قبل اصلا چه نوع برخوردایی داشتن. در مجموع همیشه بد رفتاری میکردن، دوره‌های خاصی بد رفتاری میکردن. اگر خانمشون خوب و ساکت و آروم بود و گوش میکرد، چه برخوردی داشت؟ همیشه این آقا بود که به اصطلاح ادعا داشت، همیشه این بود که شرایط خاصش رو مطرح میکرد، یا اینکه نه، به اصطلاح یه رابطه برابر رو خانم در مجموع حس میکرده، ولی به یه مرحله میرسی که طرف دچار بحران شده، بحران روانی، اقتصادی، اجتماعی، بحران‌های مختلف شده. اونجا اصلا می‌بینین که طرف کاملا عوض شده و مثلا میگه که من سابق خودش نیست یا اون شخص سابق نیست، یا خانم حس میکنه که انگار این آدم اون آدمی نیست که من با اون ازدواج کردم مثلا 5 سال پیش، 10 سال پیش. اینا خیلی فرق میکنه شاید. منتها خانم‌ها یا کلا انسان وقتی عاشق میشه، خب ایرادای طرف رو از اول نمیبینه، همه هرچی که خوب هست، هرچی که گرمه، هرچی که راحت، اینا رو بیشتر میبینه. بعد مشکلاتی که هست، خانم در شرایط عادی ممکن بود مثلا به یک ویژگی اخلاقی یا شخصیتی ایراد بگیره، ولی وقتی عاشق یه شخصی هست میگه نه درست میشه، خوب میشه، عشق من کمکش میکنه مثلا بهتر بشه، عشق همه چی رو حل میکنه، معجزه میکنه. متاسفانه پیش میاد که عشق، خب زندگی با عشق زیباست در واقع. خب طبیعیه با عشق زیباست. یه مقدار توی رابطه عشق وقتی هم دیگر رو دوست دارن، یه مقداری توی مسائل عاطفی یه مقدار آدم گذشت میکنه، ولی نه از اینکه
همسر آدم یه اشتباه میکنه آدم گذشت کنه توی یه مقدار آدم من با گذشت موافقم، اما نه همه گذشتی طرف شوهرش معتاد نباید که گذشت میخوام همینو بگم. با گذشت موافقم و معتقدم که بدون عشق اصلا زندگی انسانی مفهومی نداره. دقیقاً. و باید باشه، منتها هم گذشت، هم عشق، هم تفاهم، هم همکاری باید دو جانبه باشه. وقتی دو جانبه نیست اون عشق یک طرفه است، دو طرفه نیست، یا عشق موقتیه. وقتی طرفین همدیگر رو واقعا دوست داشته باشن، بنابراین ایرادای همدیگر رو البته به شرط که خیلی اساسی و ریشه‌ای نباشه، اینا رو میشه کوتاه، هر دو طرف کوتاه اومد. ولی وقتی همیشه یکی کوتاه بیاد، همیشه یکی شرط قائل بشه، همیشه یکی گوش بکنه، بالاخره زمانی میرسه که طرف خسته میشه. منظور من اینجا هست. من یکی از دوستام حدوداً 3 سال پیش از همسرش جدا شد و واقعا هر روز باید بگم در هفته 3 بار ایشان مورد خشونت قرار می گرفت و همسرش می زد اینو. بعد خب تصمیم گرفتن با تفاهم هم طلاق بگیرن و این هم الان کار میکنه و بخشی هم از زندگیش ایزوله شده و در کنار بچه‌هاشه. ولی ایشان وقتی که از سر کارش که میاد، همسرش توی مسیر راه قرار میگیره و میگه ساعت کار اول و پایان کار تو من باید ببینم. خب. و اگر یک روز اون خانم مثلا در اون ساعت نباشه، این اصلا یک وضعیت و اینم نمیخواد یه قتل صورت بگیره یا تهدیدش کرد یا میکشمت یا اسید میریزم توی صورت. این خانم چی باید بکنه؟ چه راهی داره برای مقابله با این موضوع؟ این خانم باید، یعنی اگه از من بپرسه، من میگم که بره بشین اداره پلیس و از اونجا بلند نشه و بگه که من امنیت جانی ندارم، امنیت معمولی زندگی ندارم، حق تصمیم گیری ندارم و شما موظفین که امنیت منو تامین بکنید. آخه نه که اداره پلیس خیلی کمک میکنه. نه کمک نمیکنه، ولی وقتی خانم ها جدی باشن، مصر باشن، دنباله قضیه رو بگیرن، اون موقع پلیس هم یه تکونی میخوره. ولا آقایی که همچین دائم سر راه این خانم قرار میگیره، توی این جامعه یا اصلا توی این دور زمانی هیچ بردهداری با بردش همچین کاری نمیکنه. طرف ممکنه اصلا وسط روز اصلا میلش این باشه یا عشقش بکشه که بخواد بره توی کافه بشینه یه فنجون قهوه بخوره که اصلا از قبل برنامه‌ریزی نکرده بود. این یک آزادی طبیعی اساسی و خیلی پایه‌ای یک انسان معمولی هستش. اینو اگر همینجوری مطرح کنیم ممکنه یه عده اصلا فکر کنن شما دارین شوخی میکنین، نمیتونه همچین باشه، یا اینکه طرف ببخشید دیوانه هستش، فرق نمیکنه. حتی کسی هم که این تحمیل رو میپذیره به نظر من در شرایط عادی فکر نمیکنه. ولی در واقع زنان همیشه مورد ستم واقع هستن میشن و به نظر من این ستم اصلا در شرایط سوئد یا ایران یا در کشورهای دیگه هیچ مفهومی نداره. در سراسر جهان این مسئله خشونت و ستم وجود داره و من فکر میکنم یک جامعه مقصره و اون از یک طرف هم مردهایی که این مسئله رو رشد میدن و پشت این قضیه هستن که یه مقدار قدرت مرسالارانه داشته باشن. ولی خب ما همیشه در مقابل کلمه نه عاجزیم، به خصوص مردها. اگر یک مردی به یه زنش بگه که من تو رو نمیخوام و زن خیلی راحت باید بپذیره این موضوع رو و ساعتها زمانها باید اون احساسش رو در خودش بکشه و بالاخره باید بسوزه. ولی اگر یک زنی به شوهرش بگه بابا من تو رو نمیخوام، میزنیدم، قولم میدم هرگز ازدواج نکنم، و شما فکر میکنید این چه راهی داره و چه راهنمودی شما برای مسئله میدید؟ کلمه نه چرا باید مثلا همین فریده گفته نمیخوام تو رو ببینم و همین کلمه تو دادگاه هم گفته و ما خیلی سعی کردیم که به اصطلاح شوهر فریده رو گیر بریم و الان هم واقعا دنبالش هستیم که یک ملاقات حضوری با شوهر ایشان داشته باشیم، ولی الان مسئله ادوکاتش هستش که باید اوکی بکنه. و این چه شما یه پرانتز بیام، شما گفتین که حتی طرف بگی که من دیگه ازدواج نمیکنم، چرا باید همچین حرفی بزنه؟ اصلا به نظر من نه دیگه یه گارانتی بده که اگه مسئلهش اینه. اگه چرا خیلی زنها دیگه اصلا ببینین
همچین ذهنیتی که شما مطرح میکنین، من میگم شاید عده‌ای باشن حتی این چیزام بدن، حتی همین منظورم شخص شما نیست، این گروهی که مطرح کردن با شما و شما برخورد کردین باهاشون که این سوالو مطرح میگن، این بحثو میکشین، حتی این گروه تصور این که یا تفکر این که همچین شرطی رو بذارن، یعنی قبول کردن که مورد ستم واقع بشن، یعنی قدم اول رو برای مورد ستم و ظلم قرار گرفتن خودشون برداشتن. اصلا کسی حقی نداره که در مورد من به عنوان زن یا من به عنوان انسان چیز بکنه که من کی میخوام با یکی ملاقات بکنم، آشنا بشم، معاشرت بکنم یا نکنم. خیلی از زنهای ما الان قبول کردن که محکوم هستن به عنوان جنس درجه دو. خب وقتی همچین قبولی رو کردن، بنابراین من به شما قول میدم که این بدرفتاری ادامه خواهد داشت، یعنی بدرفتاری تموم نمیشه. یعنی وقتی که این شرط رو قبول میکنن، اجازه میدن و قبول میکنن که مورد بدرفتاری قرار بگیرن. این نه مفهومش عشق، نه مفهومش انسانیت، نشانه هیچ چیز نیست به جز ضعف و به اصطلاح تحقیر خود شخص، خود زن از طرف خودش در درجه اول. وقتی من همچین تعهدی به کسی میدم که از کسی که میخوام جدا بشم، همچین تعهدی رو میدم که من از تو جدا میشم، تحمل تو رو ندارم، ولی قول میدم با مرد دیگه هم آشنا نشم، زندگی نکنم یا ازدواج نکنم، یعنی من به تو اجازه میدم که روی من تصمیم بگیری، من به تو اجازه میدم با من این خودش اصلا یه نوع بدرفتاریه، یه نوع به اصطلاح چیز بدرفتاری، پذیرفتن خشونت رو خودآزاری، مازوخیسم هست، خودآزاری که من همچین تعهدی رو به کسی بدم. چرا باید همچین تعهدی رو به کسی بدم؟ در مورد بدرفتاری در مورد زنان یه بخشش بین المللی انسانی هست، تو همه جوامع صورت میگیره، تو همه اقشار هم صورت میگیره، فقط مسئله طبقه کارگر و کم درآمد و تحصیلات پایین نیست. من هم در جامعه گروه مهاجرین، خانواده‌های مهاجر هم سوئدی برخورد میکنم که خانم یا آقا تحصیلات دانشگاهی داره، کار خیلی خوبی هم داره و هیچکی اصلا تصورش نمیکنه که همچین خانم میتونه مورد خشونت یا بدرفتاری همسرش قرار بگیره و تو این رابطه بمونه، ولی هستن و میمونن. ولی من بیشتر تو همین قشر بیشتر خشونت رو دیدم، میمونن و چیز نمیکنن. به نظر من اونجا خودش، اینجا باید وقتی خانمی که امکان مالی داره، شغل داره، تحصیلات داره، این امکانو داره که زندگی مستقل از نظر اجتماعی برای خودش داشته باشه، ولی چرا تو این رابطه میمونه و ادامه میده، مورد بدرفتاری قرار میگیره ولی صداش در نمیاد، اونجا به نظر من بیشتر باید از جنبه روانشناسانه به قضیه نگاه کرد که چرا خانم همچین رابطه میمونه، به گذشتهش، به روابطش با دیگران، به ترس درونی، به ناامنی درونی خودش که فکر میکنه به تنهایی نمیتونه از عهده زندگی بر بیاد و اینا. اینجا قضیه بیشتر روانیه. ولی در مواردی که خانم احساس تنهایی میکنه، مشکل مالی داره، مشکل اجتماعی داره، اینجا کسی رو نداره، اینا، اینجا دیگه فقط قضیه روانی نیست، قضیه اجتماعی هست، اقتصادی هست و سیاسی هم هستش. همیشه اون رابطه سالم، انسانی و به اصطلاح پایدار و باثبات هستش که بر مبنای احترام دو طرفه و یه مقدار شناخت دو طرفه صورت بگیره. اگر این بر مبنای احترام دو طرفه و پذیرش دو طرف نباشه، یک زمانی ممکنه 5 سال طول بکشه، ممکنه 10 سال طول بکشه، حتی ممکنه 20 سال 30 سال طول بکشه، یه زمانی محکوم به فنا و نابودی هستش. و اینجا هستش که من توصیه میکنم هم به خانم ها هم به آقایون که وقتی رابطه ای رو شروع میکنن، خیلی بهتره که رو راست، هم در درجه اول با خودشون رو راست باشن، صادق باشن، هم با طرف مقابلشون صادق باشن، بی خودی وعده های الکی و گنده به هم دیگه ندن و توقعات خیلی گنده هم از هم دیگه نداشته باشن. یه مقدار این ذهنیت رو داشته باشیم که نخواهیم کسی رو عوض کنیم. توی رابطه این خیلی مهمه. وقتی رابطه شروع میشه، من یه ضعفایی در طرف مقابلم که میخوام شروع کنم یه رابطه رو میبینم، ولی فکر میکنم باشه به مرور زمان طرف بهتر میشه، یاد میگیره، من میتونم عوضش کنم. نه، این غلطه. ولی اگر فکر میکنیم من اشتباه و این ضعف رو در طرف مقابلم میبینم، هیچ برنامه‌ای هم برای عوض کردنش ندارم، میتونم با این ضعف زندگی کنم و احترام بذارم. بستگی داره چه نوع ایرادی باشه. خب همین دیگه. من یه دامن کوتاه میپوشم، از اول اون آقایی که منو دیده خب میبینه من دامن کوتاه پوشیدم و من دوست دارم دامن کوتاه اصلا.
اگر این آقایی که شما دامن کوتاهتون رو دیده صداش در نیومده ولی این ذهنیت رو داره که وقتی با شما ازدواج کرد میتونه بعد از یه بچه چاقو بکشه بگه که اون موقع نه، این شما هم ممکنه یه چند سالی تحمل کنین، شما هم از رمه خانم ممکنه چند سالی تحمل کنین ولی بعد چند سال ممکنه دامن کوتاه بهانه نباشه، یه چیز دیگه بهانه باشه و طرف نتونه تحمل کنه. بنابراین من تذکرم دامن فقط یه مثاله، مثال یه چیز به اصطلاح سمبولیک هستش. چه خانم ها چه آقایون به طور کلی گفتم هر دو طرف هم با خودشون در درجه اول رو راست باشن، ببینن که من اصلا اگر بخوام با همچین مردی یا همچین زنی زندگی کنم، میخوام همچین مردی همچین زنی، یا فکر میکنم میتونم عوضش کنم، میتونم بهترش بکنم، طرف پیر شد سنش بالا رفت عاقل‌تر میشه، بهتر میشه، سربزی. این تصورات، این ذهنیت، این رویاها رو باید گذاشت کنار. اگر اینطوری باشه رابطه دوستانه تر هست، ادامه بهتری خواهد داشت، مشکل کمتری خواهد داشت و اگر زمانی هم باز به جدایی منتهی بشه خیلی با احترام خواهد بود، محترمانه، دوستانه و انسانی خواهد بود. ولی اگر نه، یه سری توقعات، خیالات، نمیدونم برنامه‌ریزی‌های خاصی در درون خودمون داریم، به زبون هم نمیاریم، منتظریم که یه مدت بگذره و بعد مطرح کنیم، اونجا متاسفانه مشکلات بیشتر میشه. یه موضوعی که خیلی دردآوره، واقعا دردآوره، این که خیلی از خانم‌ها اصلا لذت میبرن از اینکه همسراشون بزنتشون، بعد از زدن یک کادویی براشون بگیره و نازشون کنه و با افتخارم من گاهی اوقات رو بعضی از رادیو وقتی دارم واقعا گوش میدم، ولی واقعا میبینم که بعضی از این خانوما میشینن و با همچی آب و تاب میگن که آره شوهرمان اینجوریه و خیلی هم دوست داریم. شما اینو جنبه روانی میدونید؟ این قضیه جنبه روانی است، جنبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی نیستش. اینا جنبه روانی داره. اینکه چرا انسان در روانشناسی میگیم رفتار یا رابطه سادومازوخیستی، هم دگر آزاری هم خود آزاری، یه رابطه ای هستش که هم از آزار طرف مقابلش خوشش میاد، هم اینکه خودش مورد آزار و اذیت قرار بگیره. یه قضیه روانی، یه بود روانی داره. زیبا نیست که آدم با کلام زیبا، یعنی خودش عادت بده که با کلام زیبا همسرش بهش محبت بکنه. خب طبیعیش هم همینطوریه که باید اینطوری باشه، ولی اون رابطه که شما چیز کردین بیشتر کسانی هستن که در ایجاد یک ارتباط طبیعی، سالم و کم کشمکش و هم به اصطلاح ادامه این ارتباط ناتوان هستند و میپذیرند که مورد آزار و اذیت قرار بگیرن و بعد طرف کادویی میخره، عذرخواهی میکنه و یا یه حرکتی برمیداره، احساس میکنن که مورد عشق و محبت قرار گرفتن. نیاز این افراد به عشق و مورد توجه قرار گرفتن و ترس اینها از تنهایی به قدری شدید هستش که اون به اصطلاح آزار و اذیت و خشونت رو تحمل میکنن. اصلا قضیه اقتصادی نداره. خانم هایی هستن که نمونه مثلا تو دانشگاه تحقیق میکنه یا میکرد، اینا ماشین خودش زیر پاش شغل خوبی داره ولی تو این رابطه مونده. این خانم مشکل اجتماعی اقتصادی نداره، بیشتر مشکل روانیه. این فرق میکنه با اون مثلا دخترای مهاجری که از طرف پدراشون، برادراشون مورد خشونت قرار میگیرن، یا در مثلا خود خاورمیانه یا کشورهای دیگه مردای خانواده تصمیم میگیرن که زن چطوری لباس بپوشه، کجا بره، کجا نره. اونجا قضیه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مسئله خشونت یا قدرت مردانه، قدرت جنسی مردانه در مقابل قدرت جنسی زنانه است. نوع اون با این نمونه که شما نوعش رو چیز کردین خیلی فرق میکنه. این مورد در همه کشورها پیش میاد، ولی اون مورد به اصطلاح اولی که گفتیم که به اصطلاح قدرت مردانه و قدرت جنسی در مقابل جنسی مردانه در مقابل قدرت جنسی زنانه و مسئله ناموس و شرف و اینها میاد، این در سوئد خب طبیعی من ندیدم، حداقل پیش نمیاد و اون هستش که اون جنبه سیاسی داره. اونجا میگم که باید مبارزه بین‌المللی بشه، نهادهای و سازمانهای بین‌المللی باید خیلی جدی اینو وارد قضیه بشن و یعنی که از طریق آموزش در مدارس و یا از طریق خانواده فکر نمی‌کنی بهتر باشه؟ این آموزش لازمه در مدارس، اینکه از بچگی، از کوچکی توضیح بدن.
ولی خب این آموزش رو چطوری مثلا میخوایم در روستاهای ایران، ترکیه، کردستان یا عراق چیز کنیم؟ همچین امکانی نیست. سیستم یک جامعه وقتی عوض بشه اونجا هستش که اول باید بین المللی برخورد کرد، سیاسی و بین المللی با قضیه برخورد کرد. بعد که یه مقدار دموکراسی برقرار شد که سالیان سال تازه اگر قدم اول رو بردارن و همچین کاری بکنن، شرایط برای امکان آموزش پیش اومد، طبیعیه که باید آموزش هم داد. و اینم بگم این قضیه یه نسل و دو نسل نیست. منظور من نیست که اگر امروز اقدامی بشه 10 سال دیگه وضعیت زنان در کشورهای خاورمیانه بهتر میشه. در رابطه با این سوال نسل باید عوض بشه، نسل باید یاد بگیره و رشد بکنه تا قضیه به اصطلاح برطرف بشه. خب خانم عذرا، من آخرین سوالم ازت میکنم ولی خیلی دوست داشتم بیشتر ازتون استفاده کنم و این آخرین سوال اینه که ما در رابطه با شوهر فریده صحبت کنیم که ایشان وقتی که آزاد شد چه انسانی خواهد بود؟ بستگی داره. به نظر یعنی حتی اگر من روانشناس شخصی ایشونم بودم نمیتونستم به سوال شما همچین جوابی بدم. نمیدونم که دادگاه و مسئولین چه نظری در رابطه با ایشون دادن. آیا ایشون وقتی که منجر قتل رو به اصطلاح انجام دادن در شرایط روانی عادی بودن و یک قتل حساب شده به حساب میاد، یا اینکه مطرح میشه که ایشون دچار مشکل روانی روحی بودن و باید به اصطلاح درمان بشن. و بعد در مورد شوهر ایشون که مثلا نمونه مشخصی باشه، باید برگشت به گذشته ایشون. تست‌های مختلف روانشناسی صورت میگیره، تست‌های شخصیتی، فکری، روحی، روانی. تازه اگر زمانی این تست‌ها به اصطلاح تحقیقات صورت میگیره که دادگاه شک داشته باشه که ایشون در شرایط عادی نبودن. والا اگر دادگاه مطمئنه که ایشون در شرایط روانی عادی بودن و این قضیه رو طرح کرده، مطرح کرده و میدونسته و مثلا از قبل همچین فکری داشته، اون موقعی که محکوم به زندان میشه. ولی اینکه ایشون وقتی بیرون میان بستگی داره که الان در چه حال روحی هستن، پشیمون هست از این قضیه، نیست از این قضیه، دچار تأثر، دچار تأسف، دچار بیپناهیه، یا اینکه فیلم بازی میکنه میخواد به اصطلاح آزاد بشه، خلاص بشه. من هیچ اطلاعی راجع به ایشون ندارم و توصیه میکنی که بچه‌هاش در آینده با این باشن اگه آزاد بشن؟ نه، به نظر من نه. یکی اینکه اصلا خود این بچه‌ها وقتی شاهد همچین خشونتی بودن، خودش یک تراوما یا یک حادثه ناگوار خیلی وحشتناکه که تا آخر عمرشون رو بچه‌ها میمونه. تازه اگر کمک از روانشناس بگیرن، کار بشه، سالیان سال کار روان درمانی با این بچه‌ها بشه، این قضیه تأثیرش رو روی اینها بعدن ازدواج بکنن، در رابطه با شریک زندگیشون، در رابطه با معاشرت با دیگران، در رابطه با اعتماد به بزرگترها به طور کلی، اعتماد به جامعه، اعتماد به دیگران، اینها مشکل خیلی خیلی عمیقی دارن. چه برسه که کسی که همچین کاری رو مشخصا جلوی چشم اینا کرده یا پدرشون. به نظر من خیلی خطرناکه. و شانسی هست که این آقا بعد از اینکه زندان بیا خوب بشه خانومی قبول کنه که ازدواج کنه با این؟ چون من ببخشید این سوالا رو میکنم که اگر آقایی که الان قصد چون این فکرایی رو داره فکر عواقبش هم بکنه که چه نتایجی خواهد داشت. اینم باز جواب خیلی سختیه. من نمیتونم بگم، برای اینکه نمیدونم که 10 سال دیگه ایشون در چه شرایطی قرار خواهند گرفت. بستگی داره که الان با ایشون چه رفتارهایی میشه، چه کمکایی میگیرن، چه برخوردهایی باهاشون میشه، اصلا از قبل کی بودن، چی شدن و کی خواهند بود. روی این است یه فرمول کلی بدیم که بگیم که آدمایی که مرتکب خلاف میشن در آینده هم خلافکار و جانی و مجرم اینا میمونن و خواهند بود. خیلی ثقیل هست که من بگم، نمیتونم بگم، مطمئن نیستم. ولی خب کسی که حتی بگیم که در شرایط روانی خیلی ناگواری مرتکب این رفتار شده، این ریسک هستش که بازم اگر در همچین شرایط، در همچین فشار روحی قرار بگیره، در همچین مخمسه قرار بگیره، باز اینکه نتونه خودشو کنترل بکنه، این ریسک همیشه هستش. خب بسیار تشکر میکنم که شما اومدید و روی مسئله بحث کردید و فکر میکنم که به یه جلسه و 2 جلسه این مسئله ما تموم نمیشه و امیدواریم که اگر مردایی هستن که
تو این فکر هستن که بخوان با زناشون چون برخوردی بکنن، امیدوارم قبل از این برخورد برم پیش دکتر و صحبت بکنن. بسیار تشکر ازتون میکنم که اومدید و دعوت ما رو پذیرفتید و از فکرتون، صحبت شما استفاده کردیم. خواهش میکنم. موفق باشید.